اپراسیون سربازیان سپاه عراقش بو آزاد کرنا بشه مایی جکنار راسته باجر موصل به تایبتی دورا باجر کون چرو خرد بوینه هیزن عراقی جیل چندین محورات پیشوچون دانو دورک الدیفیادی کنترول دکنو لگور جدرن سربازیان عراقی حتی نوکه هشتش صده یا باجر میسل جدستن رقصتیا دولت اسلامی هاتیا رزگار کرن. هیزن هرش برو به پشتوانیا چک اسمانی شرکت تنت لطاخن عروبه و نابلس و مطاحن و آبار و رساله ددن مشاندن هفدم لگوره استراتیجیکه او تاخو دورن لپیشینو که کنترول کرین وکو سربازگه برهف کرینو دورن ماینه لجردست داعشی به شارزایی و تمامی دور پیچ کرینه. جلای خوبه چکدارن دولت اسلامی اوین کتینه ده سروبر بروانیه که سلبی ده پناید بنا بردانان بیسو هیرشن جنشکانو قناص بدست و فروکن بفروکوان. هر وصا خوبه شارتن و ولوینن چکدارن داعش ده تاخو دورن مشتی آکنجی ده چارچوه بوینه. جاده و تانگکولان جی وکو سیوانه که بوهاتن و چونا یکین خوین شرکر بکارت اینن. جبرکو تانکو زری پوش و ترمبیلن مزن نشن جولانوی دناف دا بکن. شر باجر موصل قباره هاریکارین هف پیمانه و به تایبتی جی امریکا پیشکشی سپاه عراق کرین آشکرا کر. رول واشنطن ده پیشکش کرنا هاریکارین چک و لوجستی دا به دماهی نهاتینه. بلکو بجداریه که راسته و خویا فروکه و شارزاین امریکی ده اپراسیون دا. رول که مزن گیرایه ده آزاد کرنا بلزا تاخو دورین باجری. برپرسن سربازی و سیاسیین عراقی دوی باور دانه که بشه مزن یه باجر موصل هاتیه کنترول کرن و به هشتش ساده تخمین دکن او برپرسد بیجن جلای جیوپولیتیکی و داعش یا تو شیش کستنه بوی بله لگور دیتن و خواندنا هندک چاودرین سیاسی مترسیاش کستنا داعش لسر عردی زور مزن تره جبرکو او رقصتیه دی پنای بته بر انجام دانا کریارن تیروری و تولوکرنه لهر باجره که دستوان بگهیده. زکی قبلان بادینات سات